باش که برای ندا جانم امروز فیس تایم بودم. من مطمئن هستی که عکس مرا ببینه عاشقم میشه. عاشق. الو سلام. مرگو سلام. چی میخوای فیس تایم میکنی؟ I miss you. اوف زهر مار. پیجت هم الان دیدم 4 زن داری. خجالت نمیکشی؟ خو پروانه داری؟ خو من مرد افغان هستی؟ من مرد مسلمان هستی؟ من میتونی 4 تا 5 تا 14 تا 40 تا زن داشته باشی؟ تو که اینجوری پیس میکنی نصف شب تو سوشیال مدیا داری چرخ میزنی، زنات هم دارن، اینستاگرام دارن، سوشیال مدیا دارن. استغفرالله. زنای ما الحمدلله مسلمان هستی، افغان هستی. زنای ما حق نداری که سوشیال مدیا داشته باشی. تو چرا سوشیال مدیا داری؟ بد قواره بدبخت. خو مرد هستی، من میتونی، زن نمیتونی. ای بابا وقت منو نگیر. الان فقط به من بگو چرا وقت منو میگیری؟ چرا زنگ میزنی؟ چرا فیس تایم میکنی؟ چرا پست میکنی؟ در سوشیال میدیا چرا پست میکنی؟ که باز کتی من گپ نمیزنی، باز ناز و نخره میکنی، زن من نمیشی. چرا پست میکنی؟ معنی پست و معنی سوشیال مدیا رو میدونی چیه؟ شما میپهمی؟ ایچی منم ایتی؟ تو بگو یاد بگیریم. روانی معنیش چیه؟ یعنی چیه؟ یعنی بیا، یعنی I love you، یعنی kiss me. حالم به هم خورد. یعنی کلمی. دارم بالا میارم. یعنی بیا نصف شب بیا، یعنی آجا نچلی میری یارتو نچلی. معنیشو من بهت نمیتونم بگم روانی، چون نمیخوای بفهمی. برو روانشناس. نه امی مناره میتی، بالکل امی مناره میتی. دختر مقبول در سوشل میدیا پست میکنی یعنی بیا. خو علم امتی شما چی میگی؟ آغوشت بس کنی. البته تقصیر تو نیست، مثل تو زیاده تو سوشیال مدیا. فقط دعا میکنم که درست بشین، به راه راست هدایت بشین.